میمور بینم. چیکار میکنی؟ شد خدا لعنت کند. زود پیش درو ایستاد. ای سمی، سمکچه آرایشات های من رو دزدیدن. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی من رو هم دزدیدن. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستا؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گردم بندم. دوستوی اینفلوس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چیکار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرونم. ایستید نجنبید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرونم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. ایفلاس. زود پران. بکشید نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرونم. نقاب هایتون رو وای کنید، بکشید. نقاب ها رو کشید گفتم. کشید. شوخی نمیکنم. من آدمی هستم که عادت شوخی کردن ندارم. نقاب ها رو کشید. چیکار میکنند اینها؟ چیکار میکنید شما؟ ما رو مسخره دارید شما؟ شما چی با آرتیست هم هستید؟ ای سمی، اینها نقاب هایش رو نمیکشند. این خیل باشد من اینها رو میپرانم. ایست سمی، ایست. دستت رو افلاس نکن. با پلیس زنگ میزنم. درست گفتی. مادر من چرا تا حال نآمده سمک پلیس؟ مادرت میاد دخترم، میآید. تو پروا نکن، میآید. مجبور شدم، دیگر سومن رو نگاه کردن نمیتوانستم. ای خانم فرزند تو است، او باید در بری تو باشد. فهمو؟ سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم، دختری دوگانه من است.
من یگان کاری بد کردم اما که پلیس مادرم مرا پرتاف رفت. من دخترکی بد هستم. این خیلی نیست سومان جان شیرینکم. تو مادرت رو مگر میرنجانی؟ مادرت کاری داشت تو یک مدتی معین تو رو با من امانت گذاشت. مادرت کارش رو تمام کند البته میآید. کودکی بیچاره اگر داند که مادرش مرده است چه خیلی غمگین میشود. من چیکار میکنم؟ خدایا التجا میکنم یاریم کن. مادرش مرد ولی پدرش چی؟ دوگانه مادر سومان چی گفته بود؟ اگر روی پدر سومان را بینم میشناسم در حال باید اون زن را یابم. پدر سومان چه خیلی آدم باشد. یا خدایا خانم تونی چرا با من زنگ میزند؟ خانم تونی شما هستی؟ بله جناب پلیس. ای جناب پلیس به خانه دوست در آمده است. در حال یک گروه را فرستید اینها را گرفته دفن کنند. تمام دست و پاچاشون را بندن در دهنشون پخته بمونن کم تا پس لیون میرسه. شد جناب پلیس. رحمت. شدی چه به قفا میگردی؟ پلیس میآید کنی بینم چیکار میکنید. بخشش جنابان با کجا میروید؟ ها؟ رویکتون رو ندیدیم که باز پشتتون رو میگردونید با ما. این طرف گردید. با اینها نگاه کنید از ترس زیاد مثلی با چرخ میزند. بساته که گردن بندی مرا دزدید در حال بگوید. اونال تو بگو من دزدیدم قربانت شوم. التماس نجاتم بده. در نزد زهرا مرا شرمنده نکن. آشنا دوست تو هستی. مرد بر این بگو گردن بند رو من دزدیدم. شرمنده نمیشوی نترس. خدا به سرت بلا نیار. آمین به سر تو نیست. و اینتون گپ نزنید. به من مردانوار جواب دهید. در این هم مردی مانده است مگر زهرا؟ از من هم میترسند. سمی از روی جنسیت جدا نمی کنیم. نه وای برای اون وای کردم که ترسیدند. حزب ترسیدن میگویی. تا حال نقاب هایشون رو نکشیدن چه خیلی میترسن. مرا گوش کنید. نقاب ها رو میکشید وگرنه شما رو پرونده باز پاره میکنم. یکون نقشه داری؟ چیکار میکنی؟ نقشه دارم. یا خدایا چه خیلی نقشه. دستگیر شدیم آخر حقت رو حلال کن. حرامت بود نمیبخشم. من هم نمیبخشیدم تو را. حق من هم حرامت بود. گفت سخته حرامی. اینها بین خود غرغر کرده چی گفته بود دارم؟ به فکرم نقشه گریختن میکشن. با شما آخران بار میگویم نقاب هایتون را کشید. کشید گفتم. ای بس بوده که سه هم گردن بندم رو دزدیدن همه رو باز خواهد با کجا میره مامک پلیس؟ بابای میرویم برای دستگیر کردن آدم های بد میرویم سومان جان. چرا آدم ها کاری بد میکنن نمک پلیس؟ این را کاش من هم میدونستم سومان جان شیرین جان. آنها با کجا رفتند؟ وای در این باغچه محکم است. از آنجا گریخته نمیتوانند. یعنی حالا هم اینجا هست. آرام باشه. بی صدا. چیکم؟ خب آره این طرف. آنجا از تو طرف بیاید. این طرف. از دو طرف گفتم اونجایند. یک آواز نکن. ترسیدم اخیر. ای سمی یک کارو کردن نمیتوانی. اون رو به بالا بردار. ای بکنن اینو بکار. گریختند. دوم خدا کردن. گریختند. تو چرا خرسان شدی؟ یعنی گریختند.
یا خدایا باز همینه از تو شواخیر تو نکنه دوست در اومد دوست مادر میروید بیای دخیر در پشت من جا شوید دویدیم زودتر شد آخر چی دوید همه گذارم که پورزم فهمیدیم ای مرا تنها گذاشته نمیروی ها؟ چرا همکارم رو تنها گذاشته میرفتم اونم یا خدایا مثل کودک ها گپ چی نزن خیر همکار بس کن همکاریت را شد خاموش باش آنها آمده ایستادند رفتیم نفس یخ در درونم با خدا که در درونم این پلیس چرا هول هم ناآمده است؟ آرام باشید فهمیدید آرام باشید تمام من حل میکنم دستگیرشو میکنم آرام باشید تو دختره که بعد نشه و شیری نکمایلش اما که پلیس تو رو دستگیر میکند مرده گز بجق لیون در بر تا چی میترسی؟ یک سویستت کنی بینم آرام باشه زورا چرا که نگاه بکنی من آرام هستم زهرا تو عصبی هستی مرا خلل میرسونی عصبی نشو یک سورا رو تو هم آن سورا میری جان این به خاطر محافظت من است با من باور کن حاضر قانونم همه که نه کنی پرون پرونده ایستادن در کشاده شد کنی ببین کشاده شد ممکن می ما حاضر بدرایه زود باش بپر منتظری چی هستی زود باش پر ای من چی خیل از اینجا بپرم نمیدونی چی خیل میپرن اونا پایهایت رو دراز کن پر میبینی که در زمین هستی زود باش ای در اینجا ایستم هم میمیرم با پایان پرم هم میمیرم یا خدایا سومان تو در ماشین بیشین و بیرون نبرا فهمیدی شیرینم؟ مایلش اما که پلیس کسی را پروندن در رو پورا کردی ولی نتوانستی این رو با ما چی کار میکنی؟ بیهنر تمام واهمه نکن کار تمام قریب مانده بود که میمردم خاموش باش یا خدایا داد نزن خوب شد که پاپوشا رو در درون مانده خوب شد چی فکر کرده ایستاده رفتیم پیش در زودتر زمین خون است گردم بندم رو لیون زود باش زود بچه بس من میترسن یک سویستت شدی چه بیرون نبین یک طرف بریم شک طرف بیست نرسین مرا سمی لیویتا محافظت کن بسم الله انا همین کار رو فراموش کرده بودم رفتیم با دقت باشید کنی دارم آرام باشید گریختن پایم رو بردن سومکای آرایشات هایم را دزدیدن سومکه آرایشات زنانه رو چیکار میکرده باشد این با کجا رفت باز کمیسر امک‌های نقابدار شما چیکار میکنه؟ یا خدایا این دخترچه که لیوین نگاهبین میکرد نیست بله او است چی گپ است که در همه عملیات ها روبرویمون میبره لیوینت همینجا باشه چی؟ من نمیدونم چیکار میکنه دمک‌های نقابدار؟ بازی کرده ایستاده ایم بازی باز رنگ همان روز بازی کرده ایستاده بله اما حاضر وقت نداریم از اینجا رفتن همون لازم لیوینت اومد خیر ما رفتیم دخترم تا بازی لعنتی ها گریختن سومان دخترم چرا تریده تو کشاده از خونم نمیخوری؟ برای گپ زدن با امک‌های نقابدار تریزه رو کشیدم. تو امک‌های نقابدار رو دیدی مگر؟ امک‌های نقابدار با گردن بند بازی میکردن. بازی با گردن بند؟
خدایا این موازی رو ببینه. تو خودت کی هستی که با من نگاه نمیکنی؟ اما خواهی دید از عشق من دیوانه خواهی شد جانم. موسیقی رو بلند کنیم. جناب هجری سلام علیکم. امشب بسیار امر معروفی خوب کردید. خدا از شما راضی باشد. وای اگر خواهش کنم برای من الهیده امر معروف میکنید؟ من در الهیدگی امر معروف نمیکنم. مرا ببخشید. شام بخیر. یک لحظه هجری یک لحظه ایستید. چی میگویی؟ وای صلوات گوش کردن رو دوست میدارید؟ من بسیار دوست میدارم. کمتر پستر کرده گوش کنید. مردم خوب از حاضر همه رو بیدار میکنید. وای من مایلش خدا از شما راضی باشد. خیر. بیزیب رو بینه باز مرا ترک کرد. جناب هجریه با خونه رفته استاده اید؟ من شما رو میبرم. نه خودم میروم. اما التماس میکنم. ای بای دیوانه میشوم. اینقدر یک را بوده است. کافیست کافیست. زیو جانم بسیار زیقم. با تو یک چیز رو میگویم ولی جنگم نکن مدش. چی شد جانم؟ چرا جنگ میکردم تو را؟ یگان مشکلی هست؟ قول ده که جنگم نمیکنی. تمام قول میدیم جنگ نمیکنم. گردن بندم رو دوستیدم. چی؟ دوستیدم؟ اوف گردن بندی که برای تو گرفتم چرا میگذاری که او را بدزدم؟ اوه عشقم نمیدونم. به خونه دو آدمی نقاب در اومد. وقتی که من خواب بودم از گردنم دوزیدن. آدم هایی بد اخلاق. خودت بد اخلاق. خاموش. شاید تو میشناسی. کی را؟ کی را؟ دو زهرا. نه زهرا من از کجا میشناسم اونها رو؟ جانم شاید از همکارهای پیشترت هستن اونها. زهرا تو دلم رو خنک نکن. تمام جانم تمام عذر میخواهم. اما بسیار زیغ شدم زیو. دوست میداشتم گردن بندم رو. شد زهرا من برای تو عیناً همین خیلش رو میخرم. زیغ نشو بایدش. تو میگیری؟ البته میگیرم جانم. خیر تو زیغ نشو. شام بخیر. میبوسمت. اوف خزنده تو یگان جای خواب نداری. تو چه خیل آدمی ریاکار هستی آخره. گردنبند دختر رو دوزیدی باز با او ویر گم میزنی. تو خاموش باش. در اصل گیریم تو جای خواب نداری. اونم سالها دوستی کردم. از پسم تفتیشات بردی. حاضر باشد با من یک جای دزدی کرده ایستاده. حساب اون رو حالا از تو میپرسم. میپرسی؟ اول به پایت پاپوشی پوش. هوا خنک است. پایت را خنک نزند باز. من در این وقت شب از کجا میابم؟ تو راحت هستی البته. در خانه یک قطار پاپوش است. آها محترم جناب همانها را نیز دیدی؟ میشود حل میکنیم جناب اونال. حالا در ما آدمگری نمورده است. اندازه پایت را بگو. 43. تمام میدیم. کار را ببین. همین که رفتن گیرد تو را در قید خانه هم میگذرانم. که از همین کار تمام شود کو تو را حتما میکشم. علیق میکشم تو را. میکشی؟ ما بگیری را. بده. یا خدای این را ببین و سرمان چی ها می آید. تو چقدر شیرینت بوده عزیزم. نام که تو چی است؟ نام من سومن. من سومن. بسیار شیرین بوده تو سومن. خانم لبن آنها رو دستگیر میکنید. پروا نکنید. گردن من به فکر برای شما چیزی قیمت بها بوده؟ البته کی بود. هدیه زیاد بود. من برای شما گردنبند رو در کوتاه‌ترین مدت میرسونم. پروا نکنید. بیا دخترم میرویم. خیز دخترم. لوینت جیانت است. نه اما که پلیس هستم. یعنی پدرش برنامه بود و بر رفت. مادرش کار داشت او هم رفت. اما میآید البته. یعنی او رو من نگاه میکنم. رفتیم سومان جان. سومان خیر دخترکشو میتونبوند.
بگیر. اوف من از راستی تمام شدم اونال بای. من محو شدم از راستی. دختر به من گفته بود که اگر به این کارا دست زنی مرا فراموش کن، مرا از دست میدهی. میگوید من باشم میروم از گردن دختر گردنبند رو میدوزم. میبینی من محو شدم. یابله با دروغ خانه‌دار شده زندگی کرده میشود. یگان بار در روی کارت رو میدارد. چیکار کنم اونال؟ چیکار کنم؟ قلب زهرا رو از دست دهم. چیکار کنم؟ یه رقم چند میپوشی تو؟ اینها تنگ هستند. یا خدایا 43 میپوشم. چقدر تنگ بوده است؟ من هم 43 میپوشم. کیسپا هستم گویا خیر. یا خدای مهربانی من. گردنبند هدیه کالتاکلاس بود از برای همین اونقدر داد و فریاد زد. سمی آنها را درحال خانه‌دار کردن لازم. تا وقتی که امک اکرم از خارجه ناومده است کار را باید تمام کنیم. وقتی که زهرا با کالتاکلاس نکاح رسمی بندد میراث به ملیس میماند. اما اگر بابای زهرا نباشد به او خانه‌دار نمیشود. این را به من گذار. فکر میکند که بابایش اجازت داده است. چه خیر میشود این کار؟ بردوشی من گذار و راحت باش. بردوشی من شام بخیر خانم بانو. شام بخیر جناب کنار. عجب تصادفی. بفرمایید تا جایی میخواسته اتان برده رسونیم. نه شما زحمت نکشید. خانه من بسیار نزدیک است. این خیلی میشود جانم. بفرمایید لطفا. خوب مدامی که خواهش کرده ایستاده اید. مرحمت ینگه بود رو. خدا جزایت رو دیت کنانی دیونه. مجبورن بونو رو با ماشین سوار کرده. این پد بونام دیونه بوده در حق ماشین مرده. ادختا توقت که همون لیکسا میخرم های. هر چی باید به سر شوکت بگذرد. شما همینجا منتظر باشید. جناب گردنبند را آوردند. در کجا بودن این مکان خزینه را نشان می‌دهد. پارچه از آن خریطه در این گردنبند است. خزینه گفته چی است بچه؟ برای تو خزینه چیزی است که در این حیات چیزی زیاد را به دست داری، ولی برای من خزینه بزرگ جسدی مرده کالتاکلاس را دیدن است. جناب کالتاکلاس زنده بودن شما را نمیداند. با فکرم او را حاضر نکشید. تا پیدا کردن مکان خزینه او را استفاده برده بعداً میکشید. جناب یا میخواهید که حاضر کالتاکلاس را بکشم؟ گوش کن بچه، کالتاکلاس در حیاتم یگانه خیشتبارم، جیانم، آدمی نزدیکترینم توسکا و یک چشمم را از من گرفت. او را در حال کشتن به فایده اوست. برای کشتنش نقشه عجیبی دارم. حاضر میتوانید روید. بعد به شما زنگ میزنیم. یا خدایا اینها چرا وظیفه ندادن؟ چی گم باشد؟ چیزی باشد به من چیه؟ چیزی که در سر من است به اون مشغول هستم. آه خدایا، در سرت چه فکر است اونال؟ تو هستی، تو را کشتن است. من عجب چیزی پرسیدم از فکرهای سری تو. خیر من میروم. با کجا؟ نزد طلا فروش. با طلا فروش چی کار داری؟ آدم نزد طلا فروش چرا میرود اونال؟ برای نان خریدن نمیروم. یا خدایا چی کاری داشته باشم؟ با تو چی ها؟ اوف باز مرا میکشته است. این باز چی فکری دارد؟
برای دلم را نشکسته دعوتم را قبول کردم. تشکر میکنم. این را توصیه میدیم. نه من از اون نمیگیرم. تشکر زیاد. آه کانونی دیوانه، چه خیلی میشود که تو با دوستوشه من نشسته فانتزی ما رو برباد میدی. بچه در این دنیا دیگه دختر نیست، حیوان. 12 روده تا اگر به دهنت نبرم مشاکت دی. جناب کنعان، مدامی که ما یکدیگر رو از نزدیک شناخته، میخوام کمی درباره خودتان گپ زنید. من درباره شما چیزی نمیدونم. البته، لیکن چیزی زیاده نیست که گویم. من آدمی تنها هستم. خانه دار نشدید مگر؟ نه. معلوم نیست که به سرمان در آینده چی می آید. شاید که خداوند نصیبه خوبی برایم عنایت فرماید. پدنالتی بونوی کجا پیدا شده اینجا بود؟ تا سحر ما در اینجا راست بیستمو و بشینن راحت کنن. مردم خونه که از همه خوبش با دامولای دیوانه روبرو نشدیم، چون که با او روبرو میشدیم تا صبح شتا میخوردیم. دم تبگی شراب میگن گر گیاد کنی گوشاش میتوه. چیکار کنم؟ هیچی نه. دم تبگی همین طبقای فایزی نه هم بی صبح آمازه دی نخورده. آها چی گپ شد؟ کاش دهانم را نمیکشودم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. پشتمان رو گردونیم گویا او رو ندیده. شراب گرد بگیری اوست در جور بشینیم. گویا هیچ را ندیده. میگم خیر سدی دم تبگی در جور بشی چی نمیکنه. کاری نادرست نکرده ایم. من میدونم که سگ رو بینی باید در جایت چی میکنه. حیوان سگ دیدی بگریز، خیر سدیدی بشی. فهمد که ترسیدیم به بالایمون میره. میگم فوتبال بازی تاجیک جام جهان در برآمده درسته؟ انا بگی دیگه. شام بخیر جوانان. شما رو میگوید که در اینجا آشانه که خوراکی علفی میپزد در کجاست؟ چی میگوید؟ اوقات علفی میگنه که شرف دهن تنک شو. همین خیلی خب میسیم خودش که استوز رفتن بگیره. خب کن خوش بشه ها. گوشم با شما. آشانه هست که خوراک خوبی علفی تیار کند. بخشیش استاد، شما علفی گفته چی رو در نظر داره؟ آشخانه را. سوال این خیلی بی‌معنی هم میشود. به این هم در نزد آشخانه هستیم. در اینجا طعام علفی هست نیست نمیدونم. به این هم من از علف بیزارم. این باز از کجا برام؟ شرف حیوان دم تبی گفتم دم تنه گرفتی حیوان. من دوست میدارم از این بعد خوراک علفی در این آشخانه پخته میشود. کنی خیزت توبه لبای کنی گفتم یا شما را مثل علف نزم میکنم. نمک این باز همون حرکت های دیوانوارش رو سر کرد. چیکار میکنه؟ خدا بزند شرف 2 ساعت گفتم خب نکردی. اگه تماشا که چی کارت بکنه؟ خاموش باشد. آدمی کی بودن تا با من فرق ندارد. استاد بخشش زیاد میپرسد. ما آدم های شفی کنان نیستیم. ما آدم های اکه کنان هستیم. دانسته باشه. من بروسلی دروغ نمیگویم. من بروسلی حقیقیم. شما را تعقیب کردم. شما در طرف نادرست هستید. حاضر شما را نیست نابود میکنم. چیکار کنیم؟ اکه کنان رو خبر دیم چی؟ شرف در همین حالت برای اکه کنان فیرود که کو ایده بعد ما میکنه گر سخته؟ نباشد چیکار میکنه؟ ایرا نگو چینی قنقز های قابوز بالا نیسته. با خودو همین را خود تو قمه زنی قد بوز طالبه بوری. اگر تامیره نزنی تو مردک نیستی. یا برخطا نگو کوی را بی شرف با خودو خود تامیره توقت تیکش میکنی. ما هم در قفوی درخ میستیم. اگر یکم خدمت در کرشید مرا هوی بگو مایله ما رفتم. مادم کجا؟ خنوب خوردم. چی میگه؟ لازم نیست. تو را گرم میکنم. تو استغفرالله. بله من تو را گرم میکنم. چی تا بدست
ба худои пад бисёр пасти бад музадисте асабои намук нав вайрон шид шарафхта ба даст бигӣ мебардоремуш من برو بخونم علیفای صورت جدا بسیار نمک مرو کی آمد الان تو کوب کرد؟ تایسون دیمگیش کمیسر کلومبو پدر شیرین همسایه بود رحمتی پدر شیرین هم آمده یا 20 نفر بودن امو در آخر بروزلی اومد بگم همین امروی بروزلی نبوشم با خدا شاید باشد از دستی و چی خیلی نجات میومید من یه نقشه زور دارم شرف اگر همی کرده از پیش من بر اومد کود قفا من نگاه کردم میگرزه یا خدا هنرمند ازبکستان озода нурсаидова фақат як рӯз 27 октябр соати 14 дар толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев озода нурсаидова дидори ошно. متین این زن را سراغه و معلومات شخصیش را کی میتوانم دسترس کنم؟ تا سحر حل میکنم سردارم. خوب بسیار خوب. اگر این زن را پیدا کنم پدر شما را نیز پیدا میکنم. همین کار را سخت بگیر برگر پیمسید میبرم. پدر را میابم. تو غمگین مباش دخترم. خوش بچه ها حاضر بهای امتحانتان را میخوانم. من 0 گرفتم میدونم. من هم کاغذ خالی دادم استاد احمد نگذاشت که رو بردار کنیم. هیچ جنید 80 خدای توبه آرتیق 90 چی؟ زهرا 100 زهرا کی است؟ استاد در صنف ما زهرا گفتن دختر نیست؟ من زهرا گفتم؟ نه زینب گفتنی بودم البته. زینب 100 چطور شد که تو از من 10 بار زیاد گرفتی؟ خوب است که تکلیفی خانه داری میکنم. در همه جا زهرا رو دیده ایستادم. این چه خیلی کار است؟ بیا سردارم معلومات های میخواستتان را پیدا کردم. بهار اصل گل زور گپ نشاگیر میتوانی روی. پدرت را میابم سومن. اجازت نمیدیم که بی پدر کلان شوی. بیا سردارم مدیر شما را جیغ میزند. تمام که میرزا وطن تو را من نیایم. سومن تو اینجا با لختک‌های بازی کردن گید. من یک کار دارم اون را حل کرده در حال میایم. میلش میلشم که پلیس درو لوین تا دعوت کردن میگن کو گابزه من گردنبند یکی از موزه دزدیده شد دریافت کرده. حالا نیفتیم سردارم. موافق خبرهایی که از بالا به ما آمد مافیا از پشت خزینه بیزنس است. گردنبندی که دزدیدن برای دسترسی پیدا کردن به این خزینه می باشد. عجب آنها کی باشن سردارم؟ حالا معاینه نکردیم اما ممکن است که سقراط باشد. سقراط؟ سردارم سقراط خدا جوش جنت بگردونه کایها مرد. موافق خبری که داریم زنده است و به فکرم به این خزینه او دست دراز دارد.
سقراط برای به مقصدش رسیدن همه کارا میکند. باید صد راهی او را گیریم. یک قاتل بی وجدان است. درست. خوب سردارم، عجبا در این کار سردار اونال چه علاقمندی داشته باشد؟ انشالله که نیست. ما در حال باید دوستایی که گردن بند را دزدیدند دستگیر کنیم. ای تو از سردار وفا دارم. خسته نباشی، سلامت باشی. رحمت. دوزدانی گردنبند بیزنس رو بعد میابم. من باید اول پدر سومان یابم. مادرش رو آورده نمیتوانم، اما پدرش رو یافته میتوانم. بله بچه ها، یعنی اگر به نتیجه امتحان ها نگاه کنیم بهایتان را کمی بلندتر دادم. البته که دیگر امتحان این خیلی نمیشه. فهمیده؟ البته استاد این خیلی نمیشود. من همه‌اش رو کار کردم. مثلا ما باید 100 بال میموندید، 80 بال موندید، 20 بال من کجا شد نمیدونم. البته پسرم، اگر خواهی ورقت را کشاده میبینیم که 20 بال تو کجا رفت. این باشد 80 بال با من بهترین است. میشود. دخترم، این ورقه ها را گرفته بر رفیقانه تقسیم کن. بینه کنی بینید در کجا خطا کردید، اما آرام نشسته خوانید. فهمیدید؟ تو در ورق سفید چه خیلی آزاد می‌کنی؟ چه خیلی کنم من؟ در هیجانم. به جای کارش رفته در آنجا تکلیف خانه‌داری کنم چی بودم؟ نمیبندم یگان گردنبند. دوستای افلاس، چیزی دیگر نیافتید که دزدید؟ گردنبندی دوست داشتم تو فکر درا دزدید. دیگر وای بر این نیست. ولی تو مشاهدان گرامی، ما با خبر دزدیدن بزرگی رسید. از موزه گردنبندی بیزنس رو دو شخص گردنبندی که در عصر 11 به شاه دختر تعلق داشت دزدیده بودن و حالا هم یافت نشده است. پلیس در تحقیقات این عملیات است. این گردنبندی من است. حالا از پس دو شخص نقاب باورم نمیآید زیو، تو گردنبندی که از آثار خانه دزدیده ای به من هدیه کردی. با سخرات چه خیلی تکلیف خانه داری کنم من؟ باید تا شام یگان چاره عجیبه یابم. ورقه را بیارید. چه خیلی گردنبندی دزدیده ات رو به من توفه کردی زیو. کنی بینیم به این سوال چه خیلی جواب میدهی؟ همه چیز آماده است. پگاه هر دوی آنها رو خانه دار میکنیم. این شب شبیه نوبندی است. آمادگی دیده ایستاده. او اینقدر چکان هستی آچه جان؟ آچه جان گفتی؟ های سمی، من به تو چند بار گفتم. بخشش آچه جان، بخشش. این مراتبه اجازت نمیدیم که هیچ چیز نقشه هایمون را برباد دهد. مکتوب آماده است. مکتوب گفتی؟ گویا امک اکرم جانم شخصا با دستی خودش مکتوب نوشته، رازیگیش رو برای خانه‌داری داده است. تو یک تا هستی سمی. با خدا شیطان صد مکر کند شاگردی تو هست. باز از پس چی باشنده؟ ای برادر، بیانگه زورو کی تکلیف خانه‌داری میکنی؟ امشب کن یک سورپریز کنم ببینیم چی میشود. این میشه؟ ها. ای راستی؟ بله. تو میدونی من چند قدر انتظار بودم اوشی نهارتا. عیناً. شیره گوش کن کلاس. بعد از مردن کنعان از من شود بانو جان. شوکت، تو از این خیل گپ های بیمعنی ابلهانت خسته نمیشوی؟ خیلی چو کنم؟ زنم میفوره. اوف شوکت، اوف. مردی تو زیو، مردی. انا اومد. سازی احمد از سالکی من اومد. کنی بشین شو دختر؟ بیا بشین کنی. الان اینجا قرار بشین سما جان. الان بشین تا پیش بشین. شوخو اینجا بیا. چی میگوی؟ بچه بیا گپ دارم. میام انا از میام شیرین نکنم. شوکت تو شما رو در اینجا نگاه بکن. من به خانه زنی که شما رو در نزد امنیت گذاشته بود میروم. میل شوکت؟ زن گفتی؟ اون زن مادر شما نیست مگر؟ من حدیثه رو به تو نگفته بودم. چرا نگفته بودی گوش کن مرا، آن زن مادر شما نبوده است. نبوده است؟ بله.
گوش کن، اون زن دوگانه مادر سومن بوده است. مادرش در کجا بوده است؟ مادرش مرده است. مرده؟ این مردک زنی طبیعی. من با واسطه اون زن کی بودن پدری سومن را میفهمم. پدری سومن رو میشناخته؟ البته میشناسم. انشاءالله پدرش رو میابیم. انشاءالله. مادرش نباشد. شوکت من باید به دست روم. خیر تا باز. مایلش برادرم را. برای درس. خیر تا بازدید. لیو نمیشه که سومن پگه بیاری؟ امروز یک کار مهم دارم. همین کنعان کشتن در کار. تو چه میگوی شیخ خان؟ این چی با اون است از برای خودم؟ مگر ما نگفته بودیم که سومن رو یک جای کلان میکنیم؟ فراموش کردیم؟ اکنون مثل کودک از لفظت میگردی. پدر دخترک رو میابم میگویم سروغای زن رو که در نزد امنیت این دختر رو پرتاب طرف پیدا کردم. باز با تو چی گویم؟ من بی‌سواد. تمام لیوا. من امروز سومن رو نگاه میکنم. کنعان دیوونه رو پگاه میکشم. مشکلی نیست. نه دیگه گفت. تمام مایلش برادر. سومن جان تو در اینجا با ما که شفقت بازی کرده شیرینه که من یک کاری مهم دارم. رفته حل میکنم در حال میآیم. مایلش. مادرم هم همین خیلی گفته بودم که پلیس اما رفت و برنگشت. اگر شما هم که پلیس نآید من چی کار میکنم؟ مگر این خیلی میشود دختر جانم؟ من تو رو تنها نمیگذارم. پروا نکن. من کارم رو تمام کرده در حال میآیم. مایلش. سومن جان اما که شوکت چی کار میکند اینجا؟ بین من اینجایم. اگر کوری لیو نماید جای کارش رو میدونیم. رفته او رو میابیم. یک جای رفته او رو میابیم. میخیلی؟ البته تو از پس کارت شو. سومن با من است. من نگاه میکنم. این دخترچه برای تمونه. من تو رو یاد کردم. تلفن رو جواب دیم میابیم. لابای تمام. سومن جان من این چایها رو دیهم در حال میآیم. مایلش از اینجا باز نخیزی. در حال میآیم. مایلش امک شوکت. این قدر امک شوکت رو زیبا میگویی مرم برای انا این طرف بیارید بچه ها. انا با اینجا گذارید. بیا جانم بیا. اوه چقدر آهسته کار میکنی. زودتر کار کن. تمام. ای سمی جان با آنها کی خبر میدهیم؟ همه آماده است ولی خبر ندارند. آنها رو به حال خود گذاریم خانه دار نمیشوند. برای همین کار را سر کردم در کار. چکن سر میکنیم؟ به من واگذار امشب حل میکنم. خیر میبینیم. من برای تو نقشه خانه داری میکشم. برای من گردن بندی دزدیدت رو هدیه میکنی. دروغهای گفتت را از بینیت کشیدن نگیرم. نامم رو میگردانم. امک شوکت نآمد. من دلگیر شدم. چیکار کنم دخترک؟ تو هم مثل من دلگیر شدی؟ امک شوکت گفت که در اینجا مرا منتظر شوید. اما من دلگیر شدم. رفتم. تورها را کشاده مانید. مایلش کنی بینیم. اینجا چی خبر است؟ مادر شما اینجا چی کار کرده ایستاده؟ شبیه نوبندی زهرا است. برای همین آمادگی میبینیم جانم. چی بندی؟ هینوبندی جانم. هینوبندی. کنی بینم چی شد؟ همه‌اش رو به قفا کشیدی همین فیلمه. ای آفرین. بسیار بسیار زیبا کرده. ایست اینجاش این خیل شود. شبیه هینوبندی دارد. سومن جان. سومن خواهرم در اینجا یک دخترکی خورد بود. او رو ندیدی؟ نه ندیدم. بچه ها
در اینجا یک دخترک مویزر بود، شما او رو ندیده؟ نه ندیدم. کجا رو نگاه میکنه شما؟ ای انیق ندیده؟ سومان جان گوش که برادر، در اینجا یک دخترک مایده ندیدی؟ دخترها در همین جا یگان دخترک خوردک ندیده شما؟ نه جناب ندیده. سومان در همینجا یگان دختری مایدک ندیدی؟ دخترچه خورد رو ندیدی؟ آرام شو شاگرد، چی ها میگویی ها؟ دخترچه خورد ندیدی؟ خوردک خورد؟ چی خورد رو ندیدم؟ دخترچه خورد رو دیدم گفتنی؟ نه این رو چی شده باشد؟ شما بخشیش استاد سومان. بله بچه ها، در دین ما جایگاه عائله بسیار مهم است، چون که آدمی که به جمعیت فایدهش رسد و کودکایش مهر و محبت را در داخل عائله می آموزند. همین خیلی؟ برای همین عائله تو اینجا چیکار میکنی سومان؟ ممکن است ما هم درس را گوش کنیم. سعاد جان بسیار شیرین بوده است. دختر شماست؟ نه دختر من است. یا خدا، دخترم من خانه‌دار نیستم، از کجا دختر دارم؟ کنی به نزد اپهایت گذشته شین؟ بیا گذر. خدایا لعنت و شب کرد. کنیشه شاهزاده من. اینجا بوده است. بهار اصلی گل. در خانه نیستین چی مگن؟ خانم بهار بیسته. خانم بهار بیسته. باید تاجیلا صحبت کنیم. بیسته لطفا. من باید روم، کاری ضرور دارم. ببینم همه چیزی میدونستم رو با شما نقل کردم. نه وجدان انسانی نقل نکردید. اگر درباره پدر سومان معلومات مفصل دهید، من پدر سومان رو گفته میتوانم. گوش کنید، حتی نام او رو با یاد ندارم گفته بودم. غیر از این دیگر با این کارها خودم رو سرگردان کردن نمیخوام. نپرسید دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. خانم بهار گفته که پدرش رو بینم میشناسم. یک لحظه صبر کنید، من پلیس هستم، مجبور هستید که با من صحبت کنید. گوشفان رقمو تا گرفتم. ولی بهش شما هم عائله برپا میکنید، میتونید فرزنددار میشوید، آنها را مثل گوهرک چشم میپرورید، برای به کمال رسیدنشان همه چیز را دریغ نمیدارید، خودتان را حفلق میکنید برای آنکه فرزندانتان بزرگ شوند. انا برای همین جایگاه عائله در دین ما بسیار مهم است. عائله نباشد کودک‌ها از کجا پیدا میشوند؟ طفلکان به پدر و مادری که آنها را دوستداری میکنند خرسند میشوند مگر؟ برادر چی شده؟ سومان گم شد. چی؟ سومان گم شد. خدا من را لعنت کنه، من این را اکنون چخیل بله و میفهمونم برادر. در حقیقت لعنت کنه. سلامت باشی کله. چی ها میگویی؟ چخیل گم شده است؟ این همه خیل گم شده که همه جا را کفتم نیافتم. دختر انا اینجاست دیوان. دخترم تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا هستم مامک شوکت. من اینجا هستم مامک شوکت. دیدم که اینجا هستی. اینجا چیکار میکنی؟ همراه اپام درس خونده ایستاده. به خدا توخه کفم کرکل است. ای شوکت، یک کودک را نگاه کردن نمیتوانی؟
نشان میدهم. اوف، این زن کجا شده باشده؟ سومان جان هم مرا یاد کرده است. خوب ترش من روم بگاه برگردم البته، یا یکی رسمی این زن رو با امنیت دیم فرمانی کفتکاب برارم. نه این چه فرمانی کفتکاب میدیم که این زن جنایتکار است مگر؟ انتظار میشه. سلام علیکم. علیکم سلام. بخشش کسی رو دیدن میخواهید؟ نه من اینجا منتظر خانم بهار هستم، اینجا میشینم. ولی او دیروز یا کوچید؟ این خیلی میشود مگر کمتر پیش با تاکسی سوار شده رفت؟ برای گرفتن اشیاءهایش آمده بود. با کجا؟ جای رفتنیش میدونی؟ نمیدونم، میگویند که به دیگر شهر کشیده است. به دیگر شهر کشیده بوده است؟ من دیگر این زن رو چه خیلی میابم. اگر چیپتا گرفته باشد او را در امنیت میابم. البته روز بخیر سینن. اپای زهرا کجا است وای معلم درس دینتون؟ استاد احمد؟ خودش. بله. چی احوال گرفتار شدم؟ بخشش میپرسم خاله جان، خونه اجری ما از این کجاست؟ تشکر زیاد. سومن جان دیگر گم نشو، قربانت شوم. دیوانه شدم. گم شدنت رو به امکی چورچشمت نگوی میلش؟ میلش. نه امکی شوکت، سومن گم نشد. آخر درسیم با آدابانه درس رو گوش کرد. از راستی از راستی؟ ای جونی من قربانی تو شیرینم. درس رو گوش کردی؟ قربانی تو شوم. مثلا اومد ینگه زهرا شوکت بگریز از اینجا. تو چی کار کرده ایستاده یا؟ زیاد تو این کارا چی خیلی به من رفا دیدی یا؟ زهرا چه سورپریزی خوب شد که تو آمدی. لابا کی رو میپرسید؟ خانم سنم؟ تو دیوانه هستی؟ تو چی خیلی کارا کردی گپ زن؟ زهرا کودک از عیب میشود. در نزد کودک این خیلی گفتن فلان. چی شده باشد؟ یا اینکه فهمید که گردنبند دزدی است؟ سومان جان دردونه من تو اینجا چی کار میکنی؟ امکی پلیس رو انتظارم. بله امکی پلیس رو انتظار است. این خیلی باشد وای کنیم؟ تو در نزد امکی شوکت امکی پلیست رو منتظر شد میشود؟ نه خوبترش هیچ کجا نرود. اینجا منتظر شود، به هیچ کجا نرود. این خیلی میکنیم. سومان رفته در نزد امکی شوکت منتظر میشود میلش؟ نه باوری ناک نیست. یعنی باز گم میشود. خوبترش اینجا یک جای منتظر میشه. هم خیلی تو هم اینجا بشین یک تایم میلش. من در دالان منتظر میشوم، تو هم به اونجا بیا. تنها بیا. میلش. تنها بیا. خاموش باش زنک. معلم جان چرا این دختر شما را جمع کرد؟ به خدا نمیدونم سومن جان چرا عصبی شده باشد. رفته میفهمیم. خدا نگهبانت باشه برادر. احوالت بده. کودک را گیر و خاموش باش. برای کار برادر. بای دستت را جمع. لابای خانم سنم چیزی گفتنی هستید؟ من یک سوال داشتم. در درون صحبت کردم ممکن است؟ چرا در درون؟ این موضوع رو در کوچه گپ زدن نمی شود. جایز نیست. نفهمیدم؟ ببخشید با یک خانم نامحرم در خانه تنها صحبت کردن جایز نیست. چی گفتنی هستی؟ جایز نیست وگرنه با جان و دل. خوب جناب اجری، چه خیلی که خواهد شما چیزی پرسیدنی بودید؟ مرحمت بپرسید. من به فقیرهای این محله صدقه دادن میخوام. چی خیلی که شما در امر معروفتون گفته بودید صدقه رو پنهان کرده دادن لازم. راست میگویی، راست. خواهش میکنم شما این پول رو به فقیران و بینوایان محله
پنهانی تقسیم کرده می توانید. می خواهم که ثوابش برای رحمت بیبی هم بخشیده شود. تمام خانم سنم، خدا قبول کند، من تقسیم میکنم. خیر، خدا روز باشه. جناب هجری، مدامی که به درون در آمدنم جایز نیست، این خیلی باشد رفته در یگون کافه شینیم. با شما دیگر چه سورنز گپ زدن میخواهم. بخشش خانم سنم، من کمتر کار دارم. اکی کنون مرا با دیگر دخترها شناس کردنی است، با اونجا رفتنم در کار. چی؟ دیگر دخترها گفتی؟ بله، دیگر دخترها. من کمتر کار دارم، باید امر معروف آماده کنم. میلش خیر، روزت بخیر. اما اجازت نمیدهم که با کسی خانه‌دار شوی هجری. با هیچ کس. اول تو اومده به زیر پای من میافتی، بعد رفته به دیگری خانه‌دار میشوی. حالا میبینی گردن بندی که دزدیده اون رو چه خیلی با من میدهی زیاد؟ تو مگر بی عقل شده؟ مگر این خیلی میشود عزیزم، خطاگیر شده است. خب دیگر به من دروغ نگو زیاد. زهرا، راستش را میگویم، این خیلی نکردم. لطفا این خیلی گپ نزن. بین حالا هم این کارو میکنه دی؟ گردن بند از موزه دزدیده شده است، در اخبار دیدم. کی دزدیده است؟ البته که تو. گردنبند را از موزه ندزدیدم، از طلا فروش خریدم میگویم. حالا هم دروغ گفته ایستاده. گوش کن زهرا، تو این گپا رو گفته دلم را میشکنی. شکر کن که سرت را نشکستم. گوش کن زهرا، شوکت هم در نزدم بود. باور نکنی از شوکت پرس. یا خدایا چقدر شاهدی باوری ناگیفته بر اومدی. کور شاهدی کار شده است. خدا نگاه دارده. چی؟ یا که گردن بندم را دو دزدیده زیا؟ نفری که با تو بود یا از من بود؟ از حد گذراندی زهرا، این خیلی نگو از برای خدا. البته گردن بندی که از موزه دزدیدی با من قضیه کردی و باز از من دزدیدی. تو کمی آرام شو، از راستی خوب نیستی، صبر کن. زیا زهرا، زیا وقتی که جناب اکرم می آید کالتا کیلاس و زهرا خانه‌دار هستند. اکنون اماکی اکرم در توی من و میلیس اشتراک میکنه. گویا میلیس رو قبول کرده است. ای بس مادر جان، این خیلی گپ نزنید کو. میلیس رو دوست میدارم. مادر جان، اوچا جان گفته میگردی، عقلت نمیگیرد. ها، نمیگیرد. خیر، چیزی نباشد. امشب هینو بندی است. پگاه نیکو نماینده عقد نیکو رو دعوت کردم. این خیلی باشد پگاه غالیبیت رو اعلان میکنیم. غیر امکان است. چی شد؟ فراموش کردم که دوگانه های زهرا رو به شب هینو بندی دعوت کنم. سرا ببینه. شب هینو بندی بی دختر میشود مگر؟ من با همشون زنگ میزنم، تو پروا نکن. تمام، زنگ بزن. اوفه، از هیجان چیکار کردنم رو نمیدونم. دخترها چیکار شد؟ جواب ده. چرا؟ گردن بند رو دزدیده به من هدیه کردی، بعدن از من دزدیدی. زهرا گوش کن، این خیلی گپ نزن که بعد باز بسیار پشیمان میشه. من تو رو باور کرده بودم زیاد. بین زهرا، من به تو نگفته بودم که مثل همون گردن بند میخرم برایت. هنه ببین، بگیرین این. کنی بیا. خوب شد که مانند همان گردن بند گرفتم، وگرنه محو می شدم. دانستم باور نمی کنی، چک را نیز گرفتم. این همان چک. اوه، بسیار قیمت بوده است. کمی قیمت. امیدوارم که اینش را نیز گم نمی کنی. کمی با دقت باش. مرا فریب نمیدی، خیر نیزی. زهرا، چرا دختری رو که خانه‌دار می شوم فریب دهم؟ چرا این خیلی دیوانگی کنم؟ ها؟ چیزی دیگری هم گرفتم از طلا فروش. چی گرفتی؟ باید سورپرایز میکردم، اما زهرا، با من خانه‌دار میشه؟
و علیکم سلام. چی در اینجا این خیلی زیخ شیشته؟ آخه ما را همین نبیرن زیخ کرده. بخیر ایگون رفیقوی نه این خیلی نه. او همون بعدی ختم مکتب میونه خب او باید یگانجا داخل شود کو. البته انا وای اومدو همون بله که مرکز ملی تستی معین کرده بود او رو صاحب شدن نتوانست. یعنی که سوادش کمتره سسته. با میدونی چی بگه؟ من دکتر میشم. خیلی اوقا مشکلی نبوده. چه مشکل نیست؟ من مرکز آموزشی بهادور. имконияти фароғ баҳри расидан ба орзуи табиб шудан. Пас ту дар дили худ чунин орзу дорӣ? Таваҷҷӯҳ зоҳир намо. Маркази омӯзишии баҳодур курси 9 моҳаи омӯзиширо барои омода намудани довталабони кластери 5-уми маркази миллии тестӣ ба роҳ мондааст. Дар марказ устодони бо таҷриба дарс гуфта муваффақтарин таҷрибаҳоро меомӯзонанд. ҳамзамон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиширо аз рӯи забони русӣ, англисӣ ва олмонӣ ба роҳ мондааст. маълумоти бештар бо телефонҳои 939 0808 13 907 00 80 81 987 18 88 94 суроға кӯчаи Асадулло Ғуломов 31 каср 3 дар назди донишкадаи ҳарбӣ. ای مطربا چنگ بزن عهد دو گل بسته شود دو گل تازه با هم آید و گل دسته شود بیرود نغمه و آهنگ تو بر اوج فلک زهره و ماه بر رقص آید و زین خسته شود نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه میلم به شرابی نباشد دایی دوشنبه نیورو بابه باشد دایی گر کوزه گران خاکی منو کوزه کنن آن کوزه پر از شرابه باشد دایی بلو نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه بلو نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه تو تیپ گلیستانی تو پر میرزد از خنده ای تو قند و شکر میرزد تو خود شکر و لل و لبانت شکر است از خنده ای تو قند و اصل میرزد بلو نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه بلو نزاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا مهربانه سیا خیلی جونه سیا مهربانه سیا خیلی جونه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا توبه 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 سیا نازی نازی عجب نیازی سیا نازی نازی عجب نیازی سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا مهربانه سیا خیلی جانه سیا قهرمانه سیا قهرمانه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه توبه
Kajake abrushne shikardma chikanam afsus mavli madma Kajake abrushne shikardma chikanam afsus mavli madma Zum 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 Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Nigo nino zanini dona dona mana mana takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Hanam nogar buran nastuna gardam mana mana takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Hanam nogar buran o khanjari test mana mano takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Bakhu jam bazanam gila bigardam mana mano takot banda kardi Şastı çor şasta kardi mana mano takot banda kardi Mana mano takot banda kardi mana machmakot banda kardi mana bakhanakot banda kardi Şastı çor şasta